امروز 13 ایول رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینتالله اسماعیلوف با دایره وسیع خبرنگاران شهر ترسونزاده ملاقات کرد. بخاری در تالاری آثارخانه ملی و کتابخانه مرکزی صورت گرفت. موصوف حین صحبت با خبرنگاران اوید به جنبه‌های مهم فعالیت ژورنالیستان ابراز اندیشه نمود. تاکید داشت که با مقصد پر کردن فضای اطلاعاتی منطقه و تاجیکستان روزنامه‌نگاران از وسایل گوناگون از قبیل بخصوص اینترنت به طور وسیع استفاده کنند. زینتالله اسماعیلوف در مورد رعایت معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستان نیز سخنرانی کرد و گفت که از جانب برخی خبرنگاران رعایت نشدن آداب ژورنالیستی باعث نگرانی است. رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینتالله اسماعیلوف از خبرنگاران دعوت به عمل آورد که موادهای خود را بدون غرض تهیه و پخش نمایند. در سمت اصلاح کمبودی‌های جامعه باید ژورنالیستان با مقامات‌های محلی همکاری زیست داشته باشند، گفت زینتالله اسماعیلوف. در اینا فقط اجرا کنندگان امر فوریش نیستند. ژورنالیستان یک نیروی هستند که آنها برای بررسی مسائل مهمترین دنیا باید کوشش غیرت خود رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینتالله اسماعیلوف همچنین ذکر نمود که تا آخر ماه اوگوست سال جاری روزنامه‌نگاران به اتفاق اعضا بوده بار دیگر شهادتنامه‌های خود را از قید اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان گذرانند. برای حل این مسئله زینتالله اسماعیلوف به رئیس تشکیلات ابتدایی اتفاق ژورنالیستان شهر ترسونزاده حبیب‌الله مقبولوف دستور داد تا که این مسئله را تحت نظارت خود بگیرد. همین طور خبرنگاران از صحبت با رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بسیار فرهمند شدند و وعده دادند که من بعد به دشواری‌های سخن نگاه نکرده بهر تهیه بهترین و جالبترین موادها نقش ارزنده می‌گذارند. دلشاد رحمانов، Zafar Hasanov, xabar.